سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. من اومدم تو این ویدیو یه اصطلاح خیلی خوب و کاربردی بهتون یاد بدم. قبل از اینکه برام اصطلاح رو بهتون یاد بدم حتما ویدیو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم رو حالت آل قرار بدین که هر موقع ویدیو جدید میذارم اولین نفر خودتون باشین که میین ویدیو منو میبینین. بزن بریم. خب اصطلاحی که میخوایم امروز با هم یاد بگیریم اصطلاح I have butterfly in my stomach هستش. اول از همه بگم stomach یعنی معده یا شکم، butterfly هم یعنی پروانه. I have butterfly in my stomach یعنی که من پروانه توی شکمم دارم. معنی لفظش این میشه ولی معنی واقعیش میشه که من دلهوره دارم، من دلشوره دارم، به این معنی میده. حالا یه مثالم میزنم که بهتر دقیق‌تر متوجه این اصطلاح بشین. Tomorrow I will have an exam. So I have a butterfly in my stomach. یعنی که من فردا یه امتحان دارم، براش دلشوره دارم. اگه از این اصطلاح خوشتون اومد حتما به چنلم سر بزنید.